ای که آقای مزاری قد ربانی درگیر بود، قد سیاف درگیر بود، قد حرکت پسانا درگیر شد، قد خود حزب وحدت درگیر شد. یکی در هر کسی که او کافر میگفت کافر میشد بلا معطل، هر کسی که او کافر نمیگفت متدین بود متدین. یک سیاست های چقدر خراب بود، چقدر اشتباهاتی داشت. من نظر خودم، نظر شخصیم درباره مزاری باز فرق میکنه. تحولات عمومی رو میخوایم بگیم. یک سلسله حوادث بود که نباید صورت میگرفت. طالب آمد در غزنی نرسید بود، آقای مزاری به خاطر نگنامی خود لشکر روان که 300 نفر در غزنی روان کرد که برین طالب بزنید. از 300 نفر 30 نفر برنگشت. یک کس پرسان نگرد که اینا شلغم بود یا هزاره بود. طالب با مزاری چی کار داشت؟ طالب با دولت با ربانی درگیر بود. به چی دلیلی از این تا غزنی روان کرد؟ از اونجا 3-4 تا دیوانه از رای کوها لخت و اوریان پس خود رساند کابل. دیگه از 300 نفر 30 نفر برنگشته، کلش کشته شد. یک کس پرسان نکرد. بعد با وزرا در کابینه بود، آقای ربانی درگیر، آقای مزاری و مسعود درگیر بود. بعد مهمتر از این بود که با سیاف میزد، میگفت که او زید شه ما رو حقوق نمیده، او خودش در دولت نبود. گذشته از او از نظر نظامی اینجا علوم اجتماعی است، اینجا در 300 متری هتل است، اینجا کوی کافر کو است بالا. از اینجا با غولک مردم میتونه علوم اجتماعی رو بزنه، از اینجا با سنگپر میتونست بزنه. آقای مزاری در اینجا شته بود، اعلان جنگ میکرد. جنگ در دارالمان هم شدید بود، در لوای 7 هم شدید بود، در لوای 3 هم شدید بود. از غرب کابل تلاش میکرد تاجیک‌ها را بیرون کنه. عمیق فکر نمیکرد که از اینجا چقدر توان مقاومت داره. یک کسی که 500 متر فاصله داشته باشه، نقطه آکی هم بدیست دشمنش باشه، او 10 برابر توپ و تانگ هم داشته باشه غیر تیاریش، باز فکر کنه که وجداناً ما نمیخوایم دفاع کنیم، دفاع هم نمیکنم. ما کسی بودیم که با مسعود و با دیگرها همیشه درگیری هم کردیم. ما کسی بودیم که در اون زمان جنازه را ما جمع کردیم، شهدا را ما دفن کردیم، زخمی‌ها را ما در شفاخانه بردیم. ولی همین آقای مزاری ایجاب نمیکرد یک ذره فکر کنه که در این نقطه شیشته ادعای قهرمانی و جنگ هم داره، هیچ دلیل هم نداره بر چی می جنگه، هیچ دلیل نداره. من یک مورد به شما باید یادآوری کنم که قصه سر دراز داره. علوم اجتماعی سقوط کرده بود، من آتش بس کردم. چیکار کردم؟ سر جای خودش. دلیل سقوط علوم اجتماعی رو باز اگر یاد نرفت من برات میگم که به فتوای آیت الله محقق کابلی صورت گرفته. اگر از یادم نرفت میگم. بعد علوم اجتماعی سقوط کرده بود. چکری وزیر اطلاعات فرهنگ بود. جلسه کابینه دایر شد. ما در جلسه بودیم. گوهری بود، سرابی بود، لالی بود، سید حسن جنرال به صفت وزیر معاون وزارت دفاع بود. اینا وزرای حزب وحدت بود که در کابینه شرکت کرده بود. چکری ادعا کرد که ما فیلم برداری کردیم، از داخل چاهای علوم اجتماعی جنازهای بی سر کشیدیم، قیر سرشان انداخته، سرایشان بریدن. اجازه بدید ما اینا رو پخش کنیم. کلگی وزرای حرکت هم بود، آقای جاوید هم بود. ما وزیر حزب وحدت نبودم، ولی وزیر شیعه خود میدانستم، وزیر ازهر هم خود میدانستم. ما درگیر شدم با چکری. کل جلسه کابینه ما در درگیری تمام شد. کار ما به جای رسید که ما به چکری گفتم شما اعلان کنید که یعنی اجساد بی‌سر از علوم اجتماعی کشیده شده. ما اعلان میکنیم که ایوه الناسی سر ازاره بوده، به خاطر که دماغش فهمیده نشه و سرایش بریده خودشان این کارا کرده. جنجالای ما که خیلی شدید شد، مجبوراً وزرای حزب وحدت نگاه میکرد، نظاره‌گر بود، همال اکثر زنده است، میتونه کدام پرسان کنه. مجبوراً کابینه فیصله کرد که دیگه چیز را اعلان نکنید. شروع کرد مر بلند کرد. ما وقتی که پای داشت چکری را آورد آشتی دادن، معذرت خواهی کردن که دیگه دعوا نکنید. در ختم آشتی چکری گفت برادر ما اتناق جنگ کردیم، شما سقه هستین و ما جوالی هستیم، نباید بین خود جنگ نکنید. گفتم دروغ نگو، شما سقه هستین، جوالی ما هستیم.
شوخی کردیم خلیش. از علوم اجتماعی و از اقسام ما دفاع کردیم، نه یک بار نه دو بار. یکی چرا اونجا سقوط کرد، چی شد، چی نشد، بسیاری قصای طولانی داره. لذا یک از دلایلی که میخواستم اشاره بکنم، تا آخر وزرای کابینه، وزرای حزب وحدت در کابینه بود، تا روز آخر آقای مزاری پشت وزارت کلیدی سرگردان بود. هیچ کس نپرسید جنگ چرا اینطور است، با کی می جنگی، از کی امتیاز میگیری، چی میخوایی. و ایجا باور نمیکرد که در کجا ششته ادعا میکنه. از نظر نظامی یک طفل میفهمه که علوم اجتماعی در تیررس هتل باغ بالاست. بعد دلیلی که میخواستم اشاره بکنم، یک از دلایلی که سقوط کرد علوم اجتماعی، یک علوم اجتماعی زخم ناصور شده. نه بیاتا قوم آقای مزاری بود، نه قزلباشا قوم آقای مزاری بود، نه سیدای سنگلاق قوم آقای مزاری بود، نه افشاریا قوم آقای مزاری بود. تا هنوز اینا گریه که در روان هستن. با او به حرمتی که ادعا کردن بسیار زشت بود، که ادعا میکرد که به ناموس ما تجاوز شده. یک کس هم پیدا نشد که میره بگوید. در کابل از این قصه زیاد شد، ولی هیچ قوم دیگه خود رسوا نکرد. امروز مو حوادثی که تلخی که در کابل پیش آمد و 30,000 نفر کشته شد، هیچ چیز نیست، فقط قصه افشاره که یک ده پولای آقای مزاری هنوز در پیش از گریه که در روانه به نام آقای افشار. مگه علوم اجتماعی مقدس بود؟ بتخانه بود؟ نبود. یک ساختمان بود، رفته بود آقای مزاری، لوکس بود و حرکتی ها به او داده بود. او زمان ما به عنوان خمس میدادیم. چون آقای مزاری اونجا ششته بود، آل دیگه چی باقی نمانده، فقط میشینن به نام از قصه میکنن. ما یک بار مجبور کردیم آیت الله محسنی را، آیت الله محسنی علمای اهل سنت و شیعه را جمع کرد. حدوداً 40 نفر رفتیم پیش آقای مزاری برای صلح. 40 نفر رفتیم پیش آقای مزاری به عنوان صلح، نشستیم، گپای ما خلاص شد، سنیا برآمد، ما ماندیم. ما بودم، آیت الله محسنی بود، آیت الله فاضل بود، آیت الله صادقی پروانی که هنوز زنده است بود، آقای مرتضی هنوز زنده است بود، آقای مزاری بود، آقای محقق کابلی بود، چند نفر دیگه هم از علما فقط ماند. خلاص آقای محسنی پرسید از آقای مزاری و از کلگی کمی جنگ که شما میکنین گذشته از همه دلایل شرعیش چی است؟ شما چی میخواید؟ این در ختم جلسه خصوصی شد و قضیه پرسیده شد. وقتی قضیه پرسیده شد آقای مزاری چی نگفت، چون آقای مزاری از نظر سیاسی یک جایگاه رو جور کرد در خمه و رهینجی. این طرف هم بوجی چینده بودن، این طرف هم که تیر به اصطلاح بیرون نه و مقاومت حفظ شد. هیچ کس چیز نگفت. آیت الله محقق کابلی گفت که از تحقیق بررسی تحلیل کرد و بعد تحلیل خود گفت که این جنگ از نظر من حرام است، هیچ جایز نیست. آقای محقق فتوا داد که جنگ حرام است. جلسه خلاص شد، ما برآمدیم. نیروهایی که بیشتر از آقای مزاری در اون زمان دفاع میکرد نیروهای بچهای ترکمن بود به نام حاجی امینی از اینا. حاجی امینی از اینا در دارالمان یک لوا بود به نام لوای 3 که در پیش جمعیت بود. تقریبا 10-20 روز یک ماه شده و سر اون لوا جنگ شده بود، دور سقوط دادن نتونسته بودن، خسته بود کلگی. در علوم اجتماعی نیرو نبود اصلا. قضیه فتوای آقای محقق که در بیرون رفت مخصوصا در گوش ترکمنیا خورد که وقتی جنگ حرام است، اکثریت ترکمنیا جنگ ترک کردن. لوای 3 در سر جای خودش ماند. آقای مزاری بیشتر با نیروهای خریداری جنگ میکرد. گاهی قنبر حرکت پول میداد، گاهی یکی دیگر پول میداد، گاهی یکی دیگر پول میداد، گاهی یکی دیگر از چیزای دیگر میداد، از چیزای دیگر میداد، از چیزای دیگر میداد. ما میداد این سندش دارم که مور که در قدمور خود که اینی قدر چرس به اصطلاح رسید در وجه وجوهات شرعی. الحمدلله خدای ان شاء الله قبول کنه. جنگای قسمی بود. بعد من در کابینه رفتم، نیروهای حزب وحدت خیلی سست شده بود، تعدادش برآمده بود در جنگ. پیش از اینکه در کابینه برم در وزارت زراعت به من خبر دادن که بادام باغ مسعود نیرو پایان کرده. بادام باغ
یک مرکز تحقیقاتی وزارت زراعت بود. من متوجه شدم که نیرو بر چی است. شروع کردم به تحقیق. بعد معلوم شد که این نیروها را آورده در بادامباغ مخفی تنظیم کرده که حمله کنه سر حکمتیار در چهارآسیا. من رفتم در کابینه مسعود نیامده بود. یک کسی آریوبال میگه معاونش بود، همین صاحب سینمای آریوبال دمو گردنک است، صاحب سینما آریو دمو پشت گردنه با بالا اونجا که دم چخلی است. یه آدم معاونش بود آمده بود اونجا آریوبال. من صحبت کردم که نیروهای وزارت دفاع آمده ده تاسیسات وزارت زراعت جمع شده، تخریب میکنه، این میکنه، این کارا نباید بکنه. بین ما و از اینا تندی شد، ناراحتی شد، سر صدا شد. طبیعی وزارت دفاع که اونجا انتخاب کرده بود باورش بود که من سر صدا نمیکنم، این قضیه مخفی میمانه. کوی افشار دادیس یک از بچهای حرکت بود به نام شیرآقا، سید شیرآقا، که باز سید شیرآقا را دو کتگانه قطع کردن، کشتن و اینا. هنوز جسدایش اونجا، صدها جنازه اونجا گورکدگی است، هنوزم یکیش از این جنازات سید شیرآقا است. بعد من در اونجا درگیر شدم، در کابینه سر صدا کردم. ساعت 12:30 یک از کابینه خلاص شدم. بچه‌ها رو گفتم میرم علوم اجتماعی. یک از بچه‌ها یاورم بود، حاجی حمزه میگه فعلا زنده است، همینجا هست. حرکت کردیم، از جلسه کابینه بلند شدیم آمدیم در علوم اجتماعی. در علوم اجتماعی که آمدیم آقای مزاری در دفتر خود نبود، در پشت در فامیلی اونجا بود. ما رفتیم در اتاق خوابش به اصطلاح. ساعت 1:30 بود. حاجی حمزه روان کردم پشت دروازه، یک 5 دقیقه دیر کرد، پس من گفت بریم. ما که رفتم آقای مزاری نشسته بود و چای چینده شده بود، کیک اینا رو آورده بودم. با آقای مزاری نشستم صحبت کردم. گفتم آقای مزاری، من خبر دارم مسعود میخواد که حکمتیار رو بزنه. نیرویی که آورده در بادامباغ جا بجا کرده. ما برای 2 کار پیش آمدیم. یک، بیا از خدا بترس، همسون نشو با حکمتیار، نشوه که بس حکمتیار تو رو سنگر قرار بده، نیروهای خود پیش بیاره، تو رو دگیر بده. یک حرف میه که در این مرحله سنگردار حکمتیار نشو. میزنن نمیزنن ما و شما رو در این قضیه دخالت نکنیم. حرف دوم میسه که اینمی کوی افشار یک سید شیرآقاست، حرکتی هم است. اینمی آدم راضی کو، دمی کو نیروهای خود جا بجا کو. این 2 حرفم بود. درباره سید شیرآقا مزاری گفت که او را آقای سخنور شهید، سخنورم از مسئولین حرکت بود، شهید شد. بعد گفت آقای سخنور 6 ماه پیش سید شیرآقا را آورده، قدیمه تعهد کرده که او فعلا با ما همکار است. ما سید شیرآقا تشکر میکنم. سید شیرآقا در این کو 15 تا سنگر دیگر برای من داده، من فعلا جابجا کردم نیروهای خود. و شبها شروع کردیم پشت سر افشار میکنیم، سرک جور میکنیم که تانگ ببریم. همه حالیم تا نصف کوی افشار همون سرک کندگی است، یک کس دقت کنه. شبها گفتی سرک میکنیم، 15 تا سنگر اضافه کردیم. سید شیرآقا دیگه مربوط به ما است، پول دادم، کمک کردیم، تشکرم میکنیم ازش. در او رابطه دل جمع باشه. گپ دوم درباره حزب اسلامی ما فکر کنیم. گپای ما خلاص شد، برآمدم ناراحت شدم. به اصطلاح وزیر هستم دیگه. گفتم حاجی حمزه چرا مرا معطل کردی 5 دقیقه؟ ما محتاج نبودم، من برای کار اومده بودم. او شوخی کرد، گفت رفیق زن گرفته بود. گفتم تو چی میگی؟ گفت که من که رفتم خزانه خود نشسته بود، مرا اونجا زنش استاد کرد، یعنی وسایل ظرفار چین، خودش در پسخانه رفت، بعد تو رو گفت بیا. من خانم کارت 4 بود، آمدم از راه خود دور خوردم پیش آیت الله تقدسی به عنوان شوخی. گفت کجا بودی؟ گفتم نان نخوردم، آمدم یک خبری توی برید بیتون. 3-4 نفران در پالیش بود. گفت که چی میگی؟ من گفتم که رفیق شکر زن گرفته. یک گفت زن گرفته. من گفتم زن گرفته. یم سر خود لوچ کرد، شروع کرد به دعا کردن. من گفتم تو دعا نکن، یک دفعه من سوال کنم. گفتم علی مزاره مردم گپای بد میزد، تو در اذیت بودی که حالا تو دعا میکنی؟
گفت نه، ما دعا میکنیم که خدای رو توفیق بده زن زیاد بگیره، اولاد زیاد داشته باشه، دخترای جوان داشته باشه، بچهای جوان داشته باشه، زنایش مردم ببره، دخترایش بکشه، بچه‌هایش بکشه، لااقل رو درک کنه که در جامعه معنای جنگ چی است. این گپ‌های آقای تقدسی بود. بعد متاسفانه از این طرف فتوای آقای محقق تاثیر خود داخل نیروی حزب وحدت داشت، از این طرف تعداد نیروها دست از جنگ کشیده بود، خسته شده بود. از این طرف ما که رفتم همین گزارشات به این بزرگوار گفتم، 2-3 روز بعدش دیدم که آقای حکمتیار و مزاری به توافق نشستن. حکمتیار تمام نیروهای خود آورد در کارت سخی، پل سوخته، کت سنگی، قلعه شاده جا بجا کرد. حکمت رب مسعودی که قصد زدن آقای مزاری رو نداشت، به خاطر از اینکه هر دوتایش رفیق و دوست مشترک داشت دیگه، همون دوستای ایرانی ما آقای حداد و دیگرها و نجفی و همه مشترکاً رفیق دو طرفش بود، آمریکایی ما بودیم دیگه. وقت اینا همیشه نشست 2 جانبه‌ای یا 3 جانبه‌ای داشت. قصد داشت حکمتیار رو بزنه. حکمتیار نیروی خود از 4 از شب آورد قلعه شاده و پل سوخته و کارت سخی جا بجا کرد. بعد یک حمله کوچیک شد سر افشار سقوط کرد.